صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. با نام توی خدا یکتا و ای قدوس متعال و ای کسی که در گذشته و حال آینده تغییر ناپذیر بوده و هستی و خواهی ماند، برنامه خود را آغاز می کنیم و تو را که شایسته پرستش و سزایی می ستاییم و ستایشت می کنیم. ای خدا، برای لطف و کرمت تو را حمد و ثنا می گوییم و ازت سپاس گذاریم که این روز را نیز به زندگی ما اضافه نمودی تا حیات داشته باشیم و صبر تو نیز یک بار دیگر شامل حال ما شود تا ما متوجه تو بشویم و به سویت بیاییم و برای تو زندگی کنیم. ای خداوند، می‌دانیم که تو بیهوده ما را خلق نکرده ای. تو به ما هدف و مقصود بخشیدی، اما چون که ما انسان ها از تو دور شده ایم، از هدفی هم که برای ما داشتی خدایا جدا گردیده ایم. تمنا این که ای خدای مهربان ما را به سوی خودت هدایت نما و کمک کن که با خدمت کردن به دیگران و با روح گذشت و فداکاری و جانبازی محبت تو را در میان این دنیای مملو از شرارت و ظلمت آشکار سازیم. بارالها، اکنون که به کلام مقدست روی می آوریم استدعا می کنیم که به ما حکمت و فهم عنایت فرما و چشمان روحانی بده تا از کلامت چیزهای عجیبی را ببینیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده که نور عالمیان است و راه حیات و یگان امید حقیقی بشر می باشد می طلبیم. آمین. حقجویان عزیز و ایمانداران محبوب، درود بر شما. امیدوارم که به فیض خداوند خوش و سلامت باشید و در این دنیای شرارت و ظلمانی و مملو از ظلم و ستم و گناه شما با کمک و هدایت قدرت خداوند یعنی روح القدس پاک، مقدس و فروتن بوده و مطابق خواسته و اراده خدا زندگی کنید و هرگز به دیگران برای زندگی چشم نیندوزید، بلکه به خداوند نگاه کنید، زیرا همه ما انسان ها خطاکاریم و گناهکار، اما خدا کامل و قدوس است. همه ما در کارهایمان شکست میخوریم، اما خدا هرگز ضعف و شکست نداره. او کمال است، کمال مطلق. پس چشم به کمال بیندوزید و آنچه که او میگوید را انجام بدهید که عاقبت آن را میدانید. میخواهم از شما عزیزانی که برای ما نامه نویسید و لطف میکنید و واقعا ما رو شرمنده میکنید با محبتون صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. میخوام از فرصت استفاده کنم و به یک سوال که غالب شما نیز در نامه هاتون پرسیدید اشاره کنم و جواب بدم که اینه که شما میگویید چرا هر روز در برنامه هاتون خدا را به خاطر این ساعتی که عطا کرده شکر میکنید. دوستان عزیز، واقعیت اینه که
من و شما هیچ نمیدانیم که تا کی و یا تا چند ساعت یا چند دقیقه و حتی چند ثانیه دیگر زنده هستیم. کتاب مقدس میگوید حیات ما در دست خداست و اگر او اراده کند ما را میتواند همین حالا در همین لحظه از این دنیا جدا کند. چندی پیش عکسی رو نگاه می‌کردم که جوانان شاد و زنده دلی رو نشان میداد که دور هم جمع شده بودند و ایام خوشی رو داشتند. بعد متوجه شدم که حدود 4 نفر از این جوانان عزیز در سال گذشته این عالم را ترک گفتند. آنان برای آینده خود نقشه ها داشتند و آرزوها داشتند که وقتی بزرگ شدن این کار را انجام بدن و یا اون کار را بدن. وقتی بزرگ شدن تشکیل خانواده بدهند و سپس با نوه‌های خود بازی کنن، زندگی کنن. ولی فرصت نیامد و مرگ به طور ناگهانی به سراغشان آمد. بنابراین زنده بودن ما و زنده بودن شما دوستان عزیز نعمتی است از جانب خدا. نه به خاطر اینکه مقدس هستیم و خدا اون رو به ما عطا کرده، خیر. ما لیاقت زندگی هم نداریم. ما بر هیچ کسی دیگری برتری نداریم و چه بسا نالایق‌تر از همه. فقط و فقط فیض خداست که سبب شده امروز من و شما با هم باشیم و این جای شکر داره و ما بایستی خدا را به خاطر این لحظه شکر و سپاس گوییم. در ضمن حالا که صحبت شد بگذارید بگویم که برای همین خاطرم هست که ما گهگاهی در برنامه‌های خود اصرار می‌ورزیم که هرچه زودتر ای یاران عزیز، ای تشنگان حق، طریق خود را درست کنید و از زندگی گناه‌آلود دست بردارید و به سوی خداوند بیایید و با ایمان آوردن به نجات دهنده زنده، یگانه منجی بشریت و تسلیم شدن به او، سکان زندگیتون رو به دست عیسی مسیح بسپارید. زیرا فقط در اوست که ما اطمینان حاصل می کنیم که خداوند به ما حیات ابدی بخشیده است. در اوست که ما از گناه برگشتیم و به سوی خدا آمده ایم. در اوست که از گناهانمون آزاد شده و وارد ملکوت الهی شده ایم. و به فرموده کتاب مقدس که میگوید امروز اگر آواز خدا را در قلبتون میشنوید دل خود را سخت مسازید. این دعا و خواسته ماست. دعای ما برای شما که امروز اگر صدای خداوند را در قلبتون میشنوید و میبینید که راه حقیقت در عیسی مسیح است، مطیع آن بشوید و دل خود را سخت نسازید. با بیان این مطالب توجه خود را معطوف به مطالعه کلام خدا نموده و در ادامه مطالعه تورات مقدس به کتاب خروج یعنی دومین قسمت از تورات مقدس روی می آوریم و از فصل 32 اتفاقاتی که خدا در تاریخ برای قوم بنی اسرائیل انجام داده و همچنین عکس العمل آدمی به کار و قدرت و عمل خدا اونو توجه می کنیم و مورد بررسی قرار می دهیم. کتاب تورات صفحه 134. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در فصل 32 ما با یکی از روزهای بسیار تاریک و سیاه در تاریخ قوم بنی اسرائیل در رابطهشون با خدای تعالی روبرو میشویم. کتاب خروج همه حقیقت را برای ما بیان میکند، چه شیرین و چه تلخ، چه خوب و چه بد، تا ما را از آنچه که انسانها نسبت به قدرت و عمل و کار خداوند نشون دادن، عکس العمل نشون دادن، آگاه کند. کتاب خروج از آزادی قوم بنی اسرائیل از مصر و حرکتشون به سوی سرزمین موعود سخن می‌راند. اما تا رسیدن به سرزمین موعود اتفاقات بسیاری نیز به وقوع می‌پیوندد که در این کتاب به آن اشاره شده است. وقتی که قوم بنی اسرائیل به دامنه کوه سینا میرسند، همه حضور خدا را با چشمان خود مشاهده میکنند. شعله‌های آتش و دود غلیظ بر کوه سینا و ابرهای عظیم و از همه مهمتر ندای حق آنچنان لرزه به تن قوم انداخت که قوم یک صدا به موسی گفتند که ای موسی تو به جای خدا با ما صحبت کن.
در غیر این صورت ما میمیریم. به عبارت دیگر ما نمیتوانیم صدای خدا را تحمل کنیم و زنده بمانیم. پس موسی با خدا به نمایندگی قوم به گفتگو میپردازد. خدا موسی را به بالای کوه سینا فرا میخواند. موسی به بالای کوه میره و 40 روز تمام در آنجا میماند و سپس خداوند به او قوانین و شریعت آسمانی عطا میکند که در سایر قسمت‌های تورات برای ما بازگو شده است. موسی مدت زیادی در بالای کوه سینا میمونه و در آخر وقتی که خدا کلام تورات را به او عطا میکنه، کلماتی که خود خدای تعالی آن را به روی 2 لوح سنگی که در هر 2 طرف آن نوشته شده بود، موسی اون رو میگیره و به طرف پایین کوه و یا به طرف قوم روانه میشود. پس از حداقل، دقت کنید، حداقل پس از 40 روز که موسی از قوم دور بود، موسی شروع میکند که از کوه پایین بیاد و به طرف قوم بنی اسرائیل بره. بعضی از مفسرین میگویند که موسی تا اقلاً 80 روز در بالای کوه بود، اما آیات فقط میگوید که موسی 40 روز در بالای کوه بود. به عبارت دیگر آیه فقط اشاره به 40 روز اول میکنند. برای همین است که ما میگوییم حداقل 40 روز موسی از قومش دور بود. خب موسی بر بالای کوه بود، خدا را عبادت میکرد، با خدا مناجات میکرد. ولی خیال میکنید که قوم بنی اسرائیل در غیبت موسی چیکار میکردن؟ شاید روز اول و دوم منتظر بودن که موسی برگرده، ولی روزها گذشت. هر چقدر ایام میگذشت قوم کمتر به بازگشت موسی اعتماد و ایمان داشتند. موسی بیش از 80 سال از عمرش گذشته بود. او به بالای کوه سینا، جایی که آتش خدا شعله ور بود، رفته بود و چون هفته اول، دقت کنید، هفته اول که گذشت و از موسی خبری نشد، این شایعه قوت گرفت در قوم بنی اسرائیل که موسی مرده. چرا؟ چون اولین فکری که در سرشون خطور کرد این بود که آیا موسی بر روی کوه در برابر شعله آتش آسمانی زنده میماند یا نه، یا میمیره. یک هفته که گذشت یواش یواش این شایعه قوت گرفت که موسی بر بالای کوه مرده و کم کم که به مرور زمان خبری از موسی نشد، آنان مطمئن شدند که دیگه موسی مرده. به هر حال بعد از اینکه موسی 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته، 1 ماه بالای کوه بود، نه غذایی داشت اونجا، نه خوراکی داشت، چطور ممکنه شخصی زنده بمونه؟ برای همین بود که در آیات 1 الی 6 می‌بینیم که اسرائیلی ها این غیبت موسی را طوری تعبیر میکنن که انگار موسی مرده. در آیه 1 تا 6 می‌بینیم که اسرائیلی ها عهدی را که با خدا بسته بودند برای اولین بار میشکنن و به عملی دست میزنن که خدا را خشمگین میکنن. طولانی بودن اقامت موسی بر بالای کوه سبب شد که مردم به سوی هارون برادر موسی به عنوان رهبر روی بیاورند. زیرا موسی خودش قبلا مردم را به سوی هارون میفرستاد تا وقتی مشکلاتی دارن از هارون هم کمک بگیرن. اما این بار این قوم نزد هارون میآیند نه برای راهنمایی، بلکه تا براشون یک سمبولی از خدا بسازن و یا یک بتی درست کنن. گوش کنید به 6 آیه اول از فصل 32 کتاب خروج. می‌فرماید: و چون قوم بنی اسرائیل دیدند که موسی در فرود آمدن از کوه تأخیر نمود، قوم نزد هارون جمع شده وی را گفتند: برخیز و برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخرامند، یعنی در برابر چشمان ما باشد. زیرا این مرد یعنی موسی که ما را از زمین مصر بیرون آورد، نمیدانیم او را چه شده است. هارون بدیشان گفت: گوشوارهای طلا را که در گوش زنان و پسران و دختران شماست بیرون کرده نزد من آورید. پس تمامی قوم گوشوارهای زرین را که در گوشهایشان بود بیرون کرده نزد هارون آوردند و آنها را از دست ایشان گرفته آن را با قلم نقش کرده و از آن گوساله ریخته شده ساخت.
و ایشان گفتند ای اسرائیل این خدایان تو می باشند که تو را از زمین مصر بیرون آوردند. و چون هارون این را بدید مذبحی پیش آنان بنا کرد و هارون ندا در داده گفت فردا عید یهوه می باشد و بامدادان برخاسته قربانی های سوختنی گذرانیدند و هدایای سلامتی آوردند و قوم برای خوردن و نوشیدن نشستند و به جهت لعب برپا شدند. دوستان عزیز، ملاحظه می‌کنیم که قوم بنی اسرائیل خیلی زود، یعنی کمتر از 40 روز، آن همه معجزاتی که خدا کرده بود رو فراموش کردند. آنان وقتی موسی را مرده پنداشتند خیال کردند که خدا نیز آنها را ترک کرده است. راستی دوستان عزیز، چقدر من و شما هم شبیه قوم بنی اسرائیل هستیم. چقدر زود فراموش میکنیم که رحمت و محبت خدا نسبت به ما عظیم بوده. چقدر الطاف خدا را زود به فراموشی میسپاریم. به جای اینکه همیشه شکرگزار باشیم وقتی یک مشکل پیش میاد بلافاصله شروع به غرغر کردن میکنیم و آن همه نعمتی که خداوند قبلا به ما داده، آن همه لطف و کرمی که نسبت به ما کرده به فراموشی میسپاریم. این نشان میدهد که ذات ما انسانها قدر شناس نمی باشد. برای همین بود که قوم نزد هارون میان، اما نه به عنوان رهبر بلکه تا برای آنان خدایان بسازه. آنان به هارون اعتماد داشتند که میتواند خدایان براشون بسازه. آنها دیگر حاضر نبودند که بدون سمبل حضور خدا زندگی کنند. وقتی موسی با آنها بود، موسی سمبل خدای زنده بود، ولی چون حالا موسی را مرده میپنداشتند، این ایمان داشتند که آن خدای یکتا هم آنان را به فراموشی سپرده است. و این چقدر ذات گناه‌آلود بشر را آشکار می کند، زیرا نشان می دهد که ایمان آنان حقیقی نبوده. و عجیب اینجاست که آن همه کارهایی هم که خدا براشون انجام داد و قدرت خدا را آشکار کرده بودند نتوانسته بود قلبهای آنان را از بی ایمانی و تمایلات شریر جدا کند. یعنی بشر ممکن است با چشمان خود شاهد قدرت و عظمت و معجزه خدا بشه ولی قلباً توبه نکند. همین 40 روز پیش بود که قوم بنی اسرائیل وقتی فقط صدای خدا را شنیدن از ترس به خاک افتادن و به موسی گفتن که ای موسی تو به جای ما با خدا صحبت کن. اما حالا که آن آتش که علامت ظاهری خدای تعالی بود از نزد ایشان رفته بود، حالا که دیگر علامت ظاهری نداشتند، در باطنشان هم جایی برای خدا باقی نگذاشتند. ایمانشان روی چیزهای ظاهری بود و هارون به جای اینکه با شهامت و ایمان قوم را متوجه شرارتشون کنه و به سوی خدا یکتا باز آورد، تحت تاثیر آنان قرار میگیره و شروع به همکاری با آنها میکنه و گوساله‌ای که کپی یکی از خدایان مصری به نام آپیس بود رو براشون میسازه. وقتی که گوساله ساخته میشه، مردمی که خدای مصری آپیلیس یا گوساله رو دیده بودند به اسرائیل میگویند که این خدایان توست که شما را از مصر بیرون آورده. قوم یهود یک علامت ظاهری میخواستند، نشانی میخواستند که علامت این باشه که خدا با آنهاست. ساختن گوساله علامتی نبود که آنان اعتقاد به یهوه خدا یکتا را از دست دادند، زیرا هارون میگوید فردا عید یهوه است، یعنی خدا یکتا. و بعد مذبح یا قربانگاهی درست میکند، نه برای گوساله بلکه برای خدا یکتا، و شروع به شادی و پایکوبی و جیغ دادن میکنن. دلیل خشم خدا و موسی از قوم بنی اسرائیل این بود که آنان گوساله‌ای رو به جای خداوند و یا بهتر بگویم سمبل ظاهری خدا یکتا کرده بودند. خدایی که هیچ بشر او را ندیده و نخواهد دید. قبل از اینکه موسی از کوه پایین بیاد، خدا به موسی موضوع رو بیان میکنه که این قوم عهد و پیمان خود را شکستند. اجازه بدید که از آیه 7 الی 14 از فصل 32 کتاب خروج براتون بخونم. میفرماید و خداوند به موسی گفت روانه شده به زیر برو، زیرا که این قوم تو که از زمین مصر بیرون آورده ای فاسد شدند
و به زودی از آن طریقی که بدیشان امر فرموده بودم انحراف ورزیده، گوساله ریخته شده برای خیشتن ساختند و نزد آن سجده کرده و قربانی گذرانیده و میگویند که ای اسرائیل این خدای تو می باشند که تو را از زمین مصر بیرون آوردند. و اکنون بگذار ای موسی تا خشم من بر ایشان مشتعل شده ایشان را هلاک کنم و تو را ای موسی قوم عظیم خواهم ساخت. اما موسی نزد یهوه خدای خود تضرع نمود و گفت ای خداوند چرا خشم تو بر قوم خود که با قوت عظیم و دست زور آور از زمین مصر بیرون آوردی مشتعل شده است؟ چرا مصریان این سخن گویند که ایشان را برای بدی بیرون آورد تا ایشان را در کوهها بکشد و از روی زمین تلف کند؟ پس ای خدا از شدت خشم خود برگرد و از این قصد بدی قوم خیش رجوع فرما. بندگان خود ابراهیم و اسحاق و اسرائیل را بیاد آورد که برای ایشان به ذات خود قسم خورده بدیشان گفتی که ذریت شما را مثل ستارگان آسمان کثیر می‌گردانم و تمامی این زمین را که درباره آن سخن گفتم به ذریت شما می‌بخشم تا آن را متصرف شوند تا ابدالآباد. پس خداوند از آن بدی که گفته بود که به قوم خود برساند رجوع فرمود. دوستان عزیز، در این چند آیه ما با یکی از زیباترین دعای موسی روبرو می‌شویم. دعای استغاثه، دعایی که از زیباترین دعای انسان به درگاه خدا می باشد. دعایی که شفاعت موسی برای قوم یاغی و نمک نشناس. در آیه 7 و 8 خدا به موسی میگه که از کوه پایین برو، یعنی به طرف قوم برگرد. زیرا در غیاب موسی قوم بنی اسرائیل شروع به روی آوردن به خواسته های جسمانی خود و عقلانی خود شده بودند و درست برخلاف آنچه که وعده داده بودند، قول داده بودند که همیشه مطیع خدا باشند، خلاف خدا عمل نموده بودند و به بت پرستی روی آورده بودند. وقتی خدا به موسی میگوید قوم از عهد خود تجاوز کرده و از راه من منحرف شده و حقشون نابودی و مرگه، موسی متوجه خشم و غضب خدا میشه. میدونه که آنان لیاقت نابودی رو دارن، ولی با التماس از خدا طلب رحمت و بخشش برای قوم بنی اسرائیل میکنه و در واقع شفیع و واسطه بین آنان و خدا میشه. آیه 11 میگوید موسی نزد خدا تضرع نمود، التماس نمود، تمنا کرد که ای خداوند خشم تو از این قوم بگذرد. میگوید خدایا چطور میتونم ثابت کنم که تو خدای بخشنده و مهربان هستید؟ چطور به این قوم سرکش مصریان نیز اطلاع بدم که تو خدای واقعی هستی؟ و خداوند حرف موسی را میپذیره. دوستان عزیز، در دعای موسی نکات جالبی است که نباید چشم بسته از آن بگذریم. ولی موسی در واقع میگوید، گوش کنید این نمونه را بهتون بگویم. خدا میگوید که ای موسی من قوم تو را نابود میکنم و در عوض میگوید که ای موسی من تو را از تو قوم عظیمی خواهم ساخت. ولی موسی در واقع میگوید که خدایا این قوم من نیستن. این قوم را من از مصر بیرون نیاوردم، بلکه اینا قوم تو هستند و تو آنها را بیرون آوردی. و موسی با تضرع و با التماس کردنش در واقع به خداوند میگوید که ای خداوند نه از من بلکه از این قوم عظیمی بساز، نه از من. یعنی دوستان عزیز دقت کنید، موسی می توانست جای غرور و مباهات را در خود داشته باشه و به خدا بگه که بله خداوندا این قوم بت پرست شدن، شایسته مرگ هستن، همه رو نابود کن و تو از من قوم عظیمی به وجود بیاور. ولی موسی میگوید که خدایا این قوم به تو تعلق دارن، آنان را برای جلال خودت به کار ببر. بعد از اجابت دعای موسی از جانب پروردگار، موسی در حالی که 2 لوح سنگی که فرامین و اوامر خدا روی آن نوشته شده بود و در تورات به 2 لوح شهادت مسمی باشد و در هر 2 طرف سنگ ها فرمانهای خدا نوشته شده بود، از کوه آرام آرام پایین می آید. در آیه 16 آمده است که و لوح‌ها صنعت خدا بود
و لوح‌ها صنعت خدا بود و نوشته خدا و منقوش بر لوح‌ها. دوستان عزیز، در طول تاریخ بشریت این یگانه نوشته خدای قادر مطلق بوده که به بشر عطا کرده است. یعنی این تنها موقعی است که خود خداوند آن کلامش را، خود خداوند، دقت کنید، نه بشر نه پیغمبر، بلکه خود خداوند کلامش را بر روی سنگ می نویسد و آن را به بندهش یعنی موسی به عنوان کلام مطلق خودش عطا می کند تا به قوم بنی اسرائیل و دیگر انسان ها عطا کند. و آنچه که بعد از این و یا قبل از آن خداوند عطا کرده بود همش کلام خداوندی است که به برگزیدگانش الهام داده است. یعنی توسط الهام افرادی را برگزید، پیامبران، انبیایی را برگزید و آنها آنچه که خدا گفت نوشتند. ولی این دو لوح سنگی خدا خودش نوشت با قدرت عظیمش. به عبارت دیگر این لوح‌های سنگی تنها نوشته بود که با دستخط خدا نوشته شده بود و بقیه قسمت‌های کتاب‌های آسمانی توسط بندگان خدا و البته با الهام الهی نوشته شده. البته از نظر ارزش کلام هیچ فرقی نمی‌کنه. چرا؟ چون هر دو کلام خداست. ولی این نوشته با دست خدا بود و یک نوع عطیه و یا سمبل و یا یک نشانی بود که خداوند با قومه. موسی با این دو لوح شهادت یا دو لوح سنگی که خارج از معیار ارزشی بشر است به سوی قوم میاد. یوشع در وسط راه منتظر موسی بود. پس همراه موسی به سوی اردو به حرکت می آیند. به طرف قوم می روند. ناگهان صدای آواز قوم از دور رو می شنوند. یوشع می گوید که ای موسی، انگار جنگ شده. ولی موسی می دانست جریان چیه. او به یوشع می گوید که ای یوشع، این جنگ نیست، بلکه آواز شادی و شرارت قوم است. و این شرارت قوم دوستان عزیز سبب میشه که انسان پر ارزشترین لوح را از دست بدهد که با کمک خدا در برنامه آینده به آن اشاره میکنیم. راستی دوستان عزیز، قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم، سوال من اینه که آیا شما امروز خدا را به خاطر الطافش شکرگزاری کردید و یا خدای نکرده محبت او را به فراموشی سپردید؟ او را شکر و سپاس بگویید. من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روزی دیگر، حق نگهدارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.